قدیمی ترین بیف تاریخ رپ فارسی. سلام، من کافم و اینجا بنده یکه. یه سری ویدیو بچه‌ها داریم شروع می‌کنیم راجع به تاریخچه رپ فارسی که می‌خوایم با دیتیل خیلی ریز از اتفاقاتی که مطمئناً خبر ندارید یا شاید خبر نداشته باشید راجع به رپ فارسی بگیم و تیکه به تیکه کسایی که بلد نیستن، کسایی که نمیدونن آقا چه خبر بوده توی رپ قدیم الان متوجهش بشن. خیلی آروم و ساده و سلیس میریم جلو با هم دیگه. این قسمت بیف بزرگ، بیف هیچکس و حسین، بیفی که هیچ وقت تموم نشد. ای بابا خفه تو رو خدا واسه بریم جلو ما رو نبر. تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ بذار بهت بگم من کجا بودم با یه دستبند چشه واسه کجا تو سال 1382 بود که سروش از سروش لشکری خودمون بالاخره یه گروهی رو تأسیس کرد توی رپ فارسی که اولین گروه رپ فارسی بود به اسم 021. البته اولین بودنش رو مطمئن نیستیم، ولی خب دیگه مگه اینکه تو زیرزمین خونه‌شون گروه زده باشن در این حد. مثلا شروع فعالیت پایه‌گذاری گروه 051 هم تو همون سال بود. 051 بچهای مشهد بودن، کره تلفن مشهد، و 021 کره تلفن تهران بود که اون تایم به شدت برای بچهای تهران چیز مقدسی بود. و سال 82 بالاخره این دوتا گروه شروع به کار کردن، یه سمت تهران یه سمت هم مشهدیا که همون حسین باشه واسه 51. حسین رحمتی رپ کردنش رو تو 16 سالگی شروع کرده بود که توی سن 17 سالگی تو سال 83 اولین ترک خودش رو به اسم زنده میمونی، این پوزخند منم دلیل داره، زنده میمونی، به آهنگسازی سیامک جنجالی منتشر کرد. یکم این ترک رو بشنویم برگردیم. 351 برات بک میخونه که تو حافظه ها خوب بمونه. ترکی که احتمالاً الان خود حسینم بشنوه خندش میگیره. واقعا سطح کیفی اون موقع همین بوده، کمی در همون حد مارکت خیلی خوب و بالا بوده دیگه. کلا 5 تا 6 رپر خوب داشتیم و شروع یه جریانی بوده که قرار بوده امسال و سالهای آینده به انقدر بهتر کنه. اختلاف این دوتا گروه اصلا از جای شروع شد که حسین دید آقا در کنار 051 توی تهران هم همزمان یه 021 وجود داره که تو زمینه رپ داره فعالیت میکنه، یعنی همون زمینه‌ای که حسین داره فعالیت میکنه. بعد از اینکه به سروش لشکری لقب پدر رپ فارس داده شد که البته خودش این لقب رو به خودش داد، که توی ترک میگفت مامانم گفت رپ کردن تاسی هم، بهش گفتم من پدر رپ فارسی هم. حسین ترک هیجایتی رو تو سال 83 همون سال که ترک سیاسی هم بود منتشر کرد که بریم کمشو بشنویم. یادم روز 18 تیر ملت ریخته بودن تو خیابونا، همه شاکی بودن حتی خود جوونا. حسین کلا اون تایم اعتقاد داشت که رپ رو زودتر از هیچکس شروع کرده و 051 هم خیلی بهتر از 021 داره رپ میکنه و خیلی اصولی تر دارن کار میکنن به چیزی که خودش فکر میکرد و خیلی پایبند بود به اون مغز خودش که آقا من آدم بهتری ام و 021 نباید وجود داشته باشه. که برای همین موضوع هم یکی از اولین دیسترک های رپ فارسی رو منتشر کرد به اسم دیس 021 که همین الان هم بشنوید. فکر کنم خیلیاتون نشنیده باشید بچه‌ها. اینو من هیچ پلتفرمی آپلود نشده، فقط تو سایت ها هست. من داخل کانال تلگرام این ترک های اولی که نیستن و همین امشب میذارم، اگه خواستید دانلود بکنید لینکش توی دیسکریپشن هست. ترک هایی که تو ساوندکلاود هم هست و لینکشو براتون میذارم. برو بکسی 021 با ما کل نگونی، چون کیر ما هم نمیشی، جونن بابا دنیا یکی میکنی. این ترک همونجوری که میدونید پر فوشه که البته اون موقع عادی بود، مثلا 2 سال بعدش مگا هیت ترک اثر منفی از پیشو قراره بیاد. میدونی تو این تایم فوش دادن چیز عادیه تو رپ آمریکا. اون موقع خیلی فوش میدادن و اینا چیز درستی میدونستن این موضوع رو مطمئنا که فوش میدادن داخل ترکاشون. بعد این ترک خیلی عجیب بود که حسین هیچ دیسی دریافت نکرد، یعنی هیچ کس کاملا حسین رو ایگنور کرد و هیچ دیسی به اون نداد. همون تایما بود که ساسی هم داشت هیچ کس رو دیس می‌کرد، هیچ کس یه فیم خوبی گرفته بود از سمت مردم و الان به عنوان پدر رپ فارسی به دنبال ساختن آلبوماش بود توی اون تایم. ولی حسین خب جری میشه از این که میبینه آقا هیچ کس هیچ جوابی بهش نمیدونم. تو سال 84 میدونی چند وقت بعد حسین دیسترک دیگه به بچه‌های 021 منتشر میکنه به اسم کتری رو گاز که اگه اشتباه نکنم این دیسترک به یه آرتیستی که اسمش هم خیلی سخته، من یادم نمیاد، تیه به اشتباه نکنم بود که یکی از دوستای خوب هیچکس بود و داخل لیبل 021 هم کار میکرد اون تایم. زندگی میکنی تهرون، خیال نکن هستی گنده ایرون، ولی میخوام بگم ببین تهرونیاش اره خدای قهار دل. بعد این ترک بازم حسین هیچ جوابی از بچهای 021 نگرفت و این ایگنور کردن ملتفت و 021 و صامت از همون قدیم تا همین الان بوده. یه چند وقت گذشت، یعنی 1-2 سال از اون تایم گذشت، حسین برای ادامه کارش مهاجرت کرد
از مشهد به تهران، هنوز به خارج نرفته، از مشهد به تهران اومد که اینجا بتونه کارش انجام بده، که به واسطه آشناییش با حسین تهی و آشنایی حسین تهی با هیچکس، حسین تهی حسین و هیچکس رو به هم معرفی میکنه که این معرفی آغاز اولین پایان بیف اوناست و آغاز اولین دوستی حسین و هیچکس میتونست باشه، که بعد اون بین اعضای 021 و حسین و کلا بچهای 051 خیلی فیتای عجیب غریبی شکل گرفت که حالا فیتایش با پیشرو بود، فیتاش با تتلو بود که چند تاش اگه بتونم براتون میذارم، که هولوش 10 تا فیت، هولوش 9 تا 11 تا فیت شکل گرفت بینشون، که بالاخره یکی از بزرگترین فیت‌های رپ فارسی تا الان بعد این موضوع رو بیت مهدیار آقاجانی منتشر شد. ترک مسی یا تو مسی اگه اشتباه نکنم از حسین و هیچکس رو بیت مهدیار آقاجانی بود. دست بالا چون ابلیس و هیچکس روی دستشون هیچ وقت نبود و نیست کس. بریم تو با دو تا داف 1 به 2 بریم اتاق نشون بدم با همین من فردا نه که تو اجتماع فرق داریم از سر تا ته. یک سال دیگه گذشت، سال 85 021 به هم خورد و از بین رفت. هیچکس گروه صامت رو با رضا پیشرو پایه‌گذاری کردن. توی همون سال حسین به شدت کمکار شده بود، یعنی در حدی که اصلا کاری از حسین ما نمیتونستیم بشنویم، حالا درگیر زندگی شخصی یا هر چیزی که بود، ولی هیچکس به شدت اوج گرفت و حسین کمکاری خودش رو داشت ادامه میداد. سال 86 شد. توی 24 آذر ماه سال 86 پلیس امنیت یا حالا هر پلیسی، من دقیق این یعنی در دسترس نیست، فقط میدونیم که یه پلیسی میریزه داخل خونه حسین ابلیس اون موقع و حسین الان، هر چی ادوات موسیقی داشتن رو جمع میکنه با خودش میبره و حسین هم دستگیر میشه. چند ماهی تو زندان بوده بابت خوندن موسیقی رپ و کانکت بودن با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند. به نوعی هنرش جرمش بود و دستبند بهش میذارن و خاطر همین میره زندان. حسین هم بعد از آزادی دیگه میگه چیکار کنم چیکار نکنم، نمیتونم تو ایران کار بکنم. به بهانه تحصیل، به بهانه ادامه تحصیل، با مهاجرت تحصیلی از ایران به ارمنستان میره تا این ما قبل 90 و این بیف تا اینجا به این شکل ادامه دار باشه. یعنی حسین رفته ارمنستان و هیچکس هنوز تهرانه و حسین بابت این موضوعی اتفاقاتی که واسش افتاده، اتفاقات سیاسی که واسش افتاده، نتونسته کار بکنه، ولی هیچکس به خوبی خودش رو پیدا کرده داخل مسیر رپ فارسی. شروع دوباره حسین و اختلافات جدیدش با هیچکس. بعد مهاجرت حسین به ارمنستان یه دوستی خیلی خوب اینجا شکل میگیره برای حسین که یه نقطه عطف واسش. تو ارمنستان با صادق واحدی آشنا میشه. یعنی این آشنایی اصلا برای یه سری آدما به شدت رویاییه، چون این سری ترک ها مثل جفت کفش و ترک های دیگر رو وجود آوردن که هنوزم میشه گوش داده باش ازش لذت برد. حسین حدوداً 3 سال سکوت کرد که بعد از این 3 سال با ترک بی‌نظیر سکوت برگشت. یعنی با صادق آشنا شد، رفت ارمنستان، یک جاپای خودش رو محکم کرد، با یه ترک به اسم سکوت برگشت که یکی از هیت ترکاش تو الان میتونیم بگیم و لقبش تو همون ترک از حسین ابلیس به حسین خالی تغییر داد که حالا همه میگن تو زندان صد اتفاق افتاده که این به ذهنش رسیده کم سنش بالاتر رفته، خواسته که ابلیس نباشه و سبکش کلا عوض کرد و صادق به شدت تاثیر داشت در تغییر سبک حسین. ولی اون سمت سروش هیچکس به شدت معروف شده بود و موفقیت‌های خیلی بزرگی رسیده بود، مثل رفتن توی فیلم سینمایی کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره، پیشنهادهای از این ور آب از اون ور آب داشت که میتونست بره از ایران ولی نرفت، خواست بمونه تو ایران کاراشو بکنه چون به شدت خوب داشت کارش میگرفت و هیت ترک یه مش سرباز رو هم داد با اون موزیک ویدیوی عجیب و غریبش. قبل‌تر از اون هیت ترک اینجا تهرانی یا همون ترک اختلاف فکر کنم بود رو داخل آلبوم خودش داشت و میگم هیچکس به شدت معروف شده بود به عنوان پدر رپ فارسی و پایه‌گذار رپ فارسی، ولی اونور حسین به شدت رو به افول بود بعد از 3 سال کار نکردنش که البته دست خودش هم نبود. بعد از ترک یه مش سربازی که هیچکس ترکوند و ترکید کل تهران، اتفاقات سال 88 افتاد، جنبش سبز و اون اتفاقات رایگیری اونها و هیچکس یک ترک بسیار ماندگار، یعنی ماندگارترین های رپ فارسی رو منتشر کرد به اسم یه روز خوب میاد. ترک سیاسی بود که هیچکس رو مجبور کرد از ایران بره و نتونست داخل ایران بمونه و هیچکس هم به سرنوشت حسین دوچار شد و از ایران رفت. بعد از رفتن هیچکس از ایران، اون هم یه خوبی برای هیچکس داشت که میتونم بگم تموم شدن صامت بود و شروع شدن یه لیبل به اسم ملتفت، لیبلی که مهدیار آقاجانی فاوندر یا همون سازنده این لیبل بود و هیچکس هم یکی از بزرگایی بود که هنگار شروع کننده این داستان بود. قاف، ریویل عضوهای اول این گروه بودن. قاف که از صامت اومده بود، ریویل هم رپر انگلیسی ایرانی دورگه بود که فکر کنم با هیچکس کار میکرد و
فدایی هم در آینده به این گروه اضافه خواهد شد. توی همین تایم از ملتفت و گروه ملتفت ترک‌های به شدت موندگار و گنگی اومد، از قاف و فدایی، از فدایی، از قاف، از هیچکس. یعنی دوران ترکوندن ملتفت بود که فنای هیچکس ریختن و ملتفتی شدن این تایم، یعنی فنهایی که فن بیس هیچکس ریختن. تو سال 91 حسین یه آلبوم به اسم خداحافظی می‌خواست جمع بکنه. حالا اینکه این آلبوم برای خداحافظی حسین بوده یا نه، کلا اسم این ترک، اسم این آلبوم خداحافظی بوده، حرفای زیادی زده میشه، ولی انگار می‌خواسته این آلبوم از رپ خداحافظی بکنه که حسین میره و به هیچکس پیام میده و میگه آقا بیا داخل آلبوم من حضور داشته باش و یه فیت با هم دیگه ببندیم. که هیچکس توی اون تایم میگه آقا من سال 91 میگه من درگیر آلبوم مجازم و نمیتونم فیت بدم، که انگار یه بهونه بوده که هیچکس برای حسین میاره. یکی از همون کاراش، یکی از همین پیشوندن های هیچکس همانا، پیشوندن رضا پیشرو هم همانا، یعنی دقیقاً همون کاری که با رضا پیشرو کرد با حسین هم کرد که حسین از این قضیه خیلی ناراحت میشه. حالا اون آلبوم خداحافظی حسین کلا کنسل میشه و آلبوم مجاز هیچکس هم میره 9 سال بعد میاد. یعنی جالبش اینه قشنگ که 1 سال بعد حسین بازم ترک میده و این بار هیت ترک صبح شب از حسین در سال 92 ریلیز میشه که توی اون دیس مستقیمی بالاخره به شخص سروش هیچکس داره. یعنی برای اولین بار از حسین یک دیس به سروش هیچکس داریم و اونجا بود که دیگه طرفدارای کاغذ و طرفدارای ملتفت چپیده شدن داخل همدیگه و دعوای اصلی شکل گرفت که یه دونه لاین خیلی عجیب و غریب داخلش هست که میگه یه روز خوبم بیاد که جای تو نیلاشی. این ترک اصلا دیس شاهین نجفی بود، ولی خب به خاطر اون تیکش خیلی معروف تر شد و تیکه‌ای که به سروش هیچکس داشت به نظر اون ترک رو میدونید به عنوان دیس به ملتفت میشناسن همه دیگه از این به بعد. دنبال چی حاجی خونه‌ای رو که پاچید یه روز خوبم بیاد که جای تو نیلاشی. که همون تایم هم سروش هیچکس تو توییتر در جوابی که طرفداراش گفت که آقا نه ما داستانی با حسین نداریم و اون فقط خواسته اختلاف عقیده‌ای که با من داشته رو بیان بکنه و راجع به یه روز خوب حرف زده و همین، و گفت که من کلا جوابی به حسین ندارم که بدم و نمیدم. و داخل همون توییت هم گفته بود که آقا حسین چند وقت پیش به من پیشنهاد فیت داده و الان من رو دیس کرده، که تیکه ریزی بود که آقا کوچیک‌تر از ماست و من جوابشو نمیخوام بدم. این کلیت موضوع این بود. کشیده شدن پای ملتفت. تا اینجا یه دیسی داشتیم از حسین که هیچکس جوابی بهش نداد، ولی خب هیچکس جوابی نداد دلیل نمیشه فدایی و قاف ساکت بمونن. ترک های 80 و ترک های مثل شک قاف ترک های بودن که دیس آل بودن و دیس حسین هم داخلشون بود که حسین رو یه کوچولو جری میکردن و اون تایم دیگه ملتفت افتاده بود رو این دور که هر ترکی از ملتفت یا حسین میومد یا ملتفت یا بچهای کاغذ میومد میگفتن آره این تیکش دیس فلانیه، با اینکه دیس مستقیمی نبود ولی میگفتن که آقا دیس ما هم باید میگفتیم دیسه، چون همه داشتن میگفتن دیسه و کسی هم تکذیب نمیکرد که دیسه، پس دیس بود دیگه. که توی ترک 80 دیسای مختلفی داشتیم، ترک شک هم دیسای مختلفی داشتیم که ترک هم از حسین اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد منتشر شد که همه میگفتن دیس ملتفت و فدایی قاف، ولی دیس ملتفت و فدایی قاف نبود. که حالا این سمت رو ما نگه داریم، یه ویدیو دیگه راجع به رضا پیشرو و ملتفت قراره بسازم بچه‌ها. توی همین تایم البته این چون مربوطه باید اینجا هم حتما توضیحش بدم. توی همون تایما رضا پیشرو هم با هیچکس به اختلاف میخوره، یعنی همون تایمی که هیچکس از ایران رفت و یه کوچولو به یه فیم عجیب و غریبی رسید با پیشرو اختلاف میخوره که همین اختلافا باعث میشه دیسی که پیشرو به ملتفت میده رو فدایی تو ترک همصدا جواب بده، که تو ترک همصدا هم دیس مستقیم به حسین هم هست. یعنی این تیکه رو فقط گفتم که این به این تیکه همصدا و حسینه برسیم. اگه دوست دارید راجع به پیشرو و ملتفت هم دقیقاً همینقدر ریز و دقیق صحبت بکنیم میتونیم دقیق به دقیق صحبت بکنیم. پارت بعدی هم میتونه همون ویدیو باشه. بعد این دیس آقا اتفاق خاصی بین این دو تا گروه کلا نفتاد. من بعد اینو دیگه یادمه، چون اوایل یان 1-2 سالم بود دقیقاً، ولی بعد اینو دقیقاً یادمه که آقا همه تیکه مینداختیم به هم، آقا این فلان میگفت اون فلان میگفت و هر کی طرفدار یه گروهی بود. اون تایم ما دقیقاً یادم چقدرم حال میداد. یعنی دو تا گروه دو تا داستان بود که مشکل بود. یعنی یا کاغذی ملتفتی بودی یا ملتفتی و طرفدار یاس بودی که به هم دیگه تیکه مینداختی. اون تایم قشنگ همین بود رپ فارسی و انقدر خلوت بود که در همین حد بیفا شکل میگیره، بقیه بیفا اونقدر طرفدار نداشت. آقا اتفاقی نیفتاد که چند وقت بعد هیچکس یه پست داخل اینستاگرامش گذاشت از ترک منکیم، یعنی از لیریکس ترک منکیم که یه تیکه دیس مستقیم به حسین بود، فقط لیریکس معلوم بود، یعنی اصلا معلوم بود این ترک رو کی قراره بخونه کی قراره بخونه. که همین ترک مثلا 10 سال بعد 8 سال بعد داخل آلبوم مجاز منتشر شد. کی میگه مثلا ماهی تو تونگ آجیت
مثل کوسه تو عمق لقمه میکنه، هر کی کلاش میده به قرمه، یا همچین چیزی بوده، یادم نمیاد الان. این میگذره یه سال بعد ترک از حسین منتشر میشه به اسم عباس که دیس مستقیم بچه ملتفت نداره، ترک گنگ صرفا، ولی به خاطر عین ب الف و سه که اول اسم بچهای ملتفتیاست، همه میگفتن این ترک دیس ترک حسین به بچهای ملتفته و عباس هم بچهای ملتفتن، که حسین هم هیچ وقت اینو تکذیب نکرد که انگار دارن راست میگن و منم حس میکنم دارن راست میگن واقعا، چون برمیاد از حسین که همچین کاریو انجام بده. که بعد از اون سال 94 شد یه استعداد جدید به ملتفت اضافه شد به اسم داریوش تبهکار که من اون تایما خیلی دوستش داشتم. تیکه فور لایف واقعا اصلا عجیب غریب بود تیکه اون تایما، البته تیکه نبود، اون داریوش بود که تو ترک کوتاهی یه دیس به کاغذ داد. یعنی از اون به بعد دیگه فدای قاف هم تیکه به کاغذ نمینداختن، هر چی بچه تر می اومد تو ملتفت میگفتن تو برو جلوی دیسی به فلانی بده. یه دیس به کاغذ داد که میگفت به طرفدارات میگم پیرم مشکی بگیرن، سنگم قیچی نمیشم، یه همچین فازی بود کلا. که آقا بعد اینم جوابی از کاغذ نیومد به داریوش تبهکار، تا اینکه حسین تو فیت پیشرو به اسم میری تو لک مستقیما دوباره ملتفت رو دیس کرد که چند تا تیکه به فدایی و هیچ کس میندازه تو اون ترک، که بازم جوابی از طرف ملتفتی ها نمیاد و این میگم این سیاست کاری ملتفت همچنان باقی میمونه و هیچ جوابی به این ور نمیاد. توی همین مابینم بهراد کاسب و حسین یه درگیری مجازی با هم دارن. بهراد کاسب از رفیقای نزدیک هیچکس بود که اونم باز طرفدارا رفت دادن به موضوع ملتفت و کاغذ و بالاخره تیکه مستقیم از سروش هیچکس توی بیف هیچکس و حسین. تو آبان 95 هیت ترک هرت از داریوش اومد که دیس حسین بود که شهر هرت دیجه، که همتون شنیدید مطمئنا، اینو اگه نشنیدم من میذارم براتون باز تلگرام هم میتونید برید ببینید. که جوابشو دیگه حسین نداد. استعداد جدید حسین که ممرض شایع باشه جوابش ترک سر پام داد که تو ترک هرت داریوش میگفت به کاغذ برشون قیچی تیزه، که از اون ورم شایعه میگفت نمیخوره بهتون کاغذ و جر بدینش. این دیسا اون موقع چقدر ملو بود. به سر همین تیکایریس مثلا طرفدارای رپ 5 سال هم دیگه رو جر میدادن، الان یارو میاد فوش خاله میده به یکی دیگه، مثلا اون که میگه قرص همتون بیادب بشید و میگه سننتون، بعد هیچ کی دیگه براش هم نیست، میدونی، چون اون موقع کمتر بود تراد و همه اوجی بودن، واقعا تاثیر داشت. که آقا جوابا رفت و رد و بدل شد و این حرفا، که حسین هم تیکه به داروش بالاخره انداخت الکی ججه نکن، شهر ارت دیجه رو جواب داد. که آقا هیچکس سال 95 تو لایوای آلبوم مجاز یه سری لایو داشت که می‌خواد فری استایل بره، تو که من کیم دی سی به حسین داد که همون دیس داستانی که گفتم، همون تیکه رو اومد خوند دوباره. قماجی دنگ قده هر کی رو با مقایسه کنی مثل کوسه تو تنگ، مثل ماهی تو تنگ حاجی، مثل کوسه تو عمق لقمه میکنه هر کیو که کلش بده با قرمه، میذارم تومه خیلیا تو دامن. که اولش هم خیلی توپق زد، یعنی خواست بخونه لکنت زبون گرفت هیچکس، که از اون ور 1-2 روز بعد فکر کنم خیلی تایم نزدیکی دیسترک خفن که انگار آماده شده بود از حسین رو بیت علی بی، یکی از هیت ترک های تاریخ کاریه حسین منتشر شد، که اولش هم یه پسر بچه‌ای که داره لکنت زبون داره رو آورده به تمسخر هیچکس و توی ترک هم مستقیما دیس میکنه هم هیچکس هم ملتفت رو. بعدش فدایی اومد گفت آقا من جوابی به حسین ندارم. یعنی فدایی اون موقع خیلی برعکس از چیزی که الان دارید میبینید که همش دیس میداد، اون موقع اصلا دیس نمیداد، یعنی اصلا بدش میومد از دیس و پشماتون میرزه از این موضوع. یه چند وقتی کلا همه چی آروم بود، دیسی جایی نیومد. توی یکی از لایوهای حسین هم میرم حسین گفت که کاری به ملتفت ندارم، کلا کاری بسته است، اونام به ما نمیرسن. که رسید به اعتراضات آبان 98 ترک دستاشو مشت کرده از سروش هیچکس اومد بیرون به همراهی از مردم ایران و حسین کارو شیر کرد تو لایوش اگه اشتباه نکنم و اومد تعریف کرد و گفت هیچکس کارش خیلی خوبه و میتونه و این کاری که نوشتم به دلش نشسته بود و دوست داشت که هیچکس برگشته. حالا یه سری رفتارهای عقایدی هیچکس هم مورد نقد حسین بود، مثل طرفدارش از حسن روحانی اگه اشتباه نکنم که رفته بود رای داده بود هیچکس و اون موقع مثلا حسین کاملا میگفت که باید براندازی اتفاق بیفته، که این که هیچکس هم به این ایده رسید که باید براندازی اتفاق بیفته حسین رو راضی کرده بود به اینکه آقا اوکی میتونیم الان دوست باشیم. همزمان با این موضوع سایت بت ها خیلی خیلی رونق گرفت و هر رپر سایت بت داشت بجز بچهای ملتفت، که حسین هم سنگین بتشو داشت، بتای سنگین میذارن بچه‌ها با هم دیگه
ولی یه موجی اومد که آقا سایت‌های بت همه کلاه بردارن و فدایی و مهدیار هم تو رأس هرم قرار گرفتن و همه رو داشتن تیر می‌زدن که به حسین هم تیکه‌های انداختن و این که حسین با مونتیگو کار می‌کردم خب دیگه حرف بود دیگه، داستان بود براش. فیت با ام جی و مونتیگو و فیت حسین با مونتیگو یک اتفاقاتی بود که بسیار هیت آورد سمت حسین، با اینکه پول خیلی زیاد و خفن هم گرفت ولی خب نمیارزید به نظر من، 40000 تا هم نمیارزید حقیقت اون هیتی که اون تایم به حسین اومد و یعنی یه جوری ملتفتی‌ها پیروز اون داستان میشدن، چون حسین داشت کار غیر مردمی میکرد و داشت دزدی میکرد. دیگه بعد استوریای اون پیج برای سنگین بت و اتفاقی که حالا مهدیار و فدایشون حمایتش میکردن، حسین یهو توی یکی از لایواش توپیت به سورشیشکس و گفت همه این آتیشا از زیر سر تو بلند میشه و تویی که داری این کارا رو با من میکنی و دست از سر من بردار. بچه‌ها این ویدیو بیشتر راجع به بیف این دو نفره و من نمیخوام خیلی تارگت بزنم به اون که آقا سایت بت چی شد اون چی شد اون چی شد. اگه دوست داشتید تو ویدیوهای دیگه راجعش حتما حرف میزنیم. این ویدیو کامل و جامع برای بیف هیچکس و حسین. آقا گذشت به همین تایمای آلبوم مجاز بالاخره رسید اواخر سال 99 تو همون تایم که ما بودیم، یعنی توی همین راستای ادامه بیف حسین و هیچکس سال 99 که مجاز می‌خواست بیاد، هیچکس با ام جی هم به خاطر داستان راهیانور به مشکل خورده بود که میگفت تو وصلی و سپاهی هست، یعنی شروع وصل بودن ام جی از همین سال‌ها شروع شد، یعنی کلا به خاطر اون داستانی که داشت. اگر می‌خواید راجع به اونم ویدیو بسازم بازم میشه راجع به اون کلا این ویدیو خیلی طولانی 30 دقیقه‌ای ساخت کامل که بازش کنیم ابعاد داستان. و تبلیغ سایت بت این داستانا هم بود که آلبوم مجاز بالاخره اومد. تو ترک تو کجا بودی که بعدها توسط حسین جواب هم داده شد، دیس مستقیم به حسین اومد و همین فاز بود که آقا سایت بت داستان چیه و اون تایش سایت بت رو آورد و یه فازی که آقا کلا من اینجام صاحب رپ برگشته با آلبوم مجاز و تو کجا بودی وقتی ما شروع کردیم داستانو. بعد از افشاگری از سایت‌های بت دیگه اواخر کار سایت‌های بت بود، یعنی قشنگ همه مردم فهمیده بودن که سایت بت چقدر چیز بولشت و الکیه. حسین اومد و یه لایو گذاشت گفت همه سایت‌ها به جز سایت من دارن فیشینگ میکنن، این کارت منه، این درآمد سایت منه، این اینجوریه، این میره اینجا اون میره اینجا، از سایت من بکنید از سایت بقیه نباشید. و گفت آقا من با افیتم با مونتیگو پشیمونم، مونتیگو مال مردم خوره ولی من با مونتیگو کار نمیکنم، من تنها دارم کار میکنم. این حرفا باعث شد که حسین با مونتیگو و ساشا تومانی درگیر بشه، برن بالا سر هم. مثلا داستان عجیبی اون برداشتن که توی این یه ویدیو واقعا نمیگنجه که راجعش حرف بزنیم. فقط بدونید که ساشا و حسین با هم درگیری داشتن. ساشا که همون تایم حسین از یه بلاک چین خودش عکس گذاشت، از یه ولت خودش عکس گذاشت، من 500 میلیون دلار پول دارم، که بعدها معلوم شد که فیکه و اصلا دروغ گفت و این حرفا. بعد از مدت خیلی طولانی قاف یه موزیک بالاخره میندازه که تا همون امروز، یعنی از اون روز به تا امروز هیچ ترک دیگه قاف نده بیرون، مثلا ترانه علی دوستی که لیست یاس بود ولی خب اون بر حسین رو هم مورد عنایت قرار داد، که اصلا کلا میگه تو هم علی دوستی، مثل ترانه که به تتوی علی حسین اربیس اشاره میکرده، تتوی علی داشت اینجا و کلا پانچلانش اینجوری بود که آقا تو هنوزم خایمالی. یک سال از آلبوم مجاز گذشت که ترک دوجا از حسین منتشر شد. تو ترک دوجا جواب تو کجا بودی رو اینجوری داد که بذار بهت بگم من کجا بودم، که گفت آقا تایمی که تو داشتی اوج میگرفتی، تایمی که تو رفتی داخل صدا سیما، تایمی که تو این همه کار کردی، منو گرفتن، من مجبور شدم از ایران بپیچم برم ارمنستان. و اگه تا الان این پانچ لاین رو متوجه نشده بودی و به خاطر این ویدیو متوجه شدی، یه کافرتو قلبایی بذار. اگه چیز کوچولو تا این ویدیو بهت اضافه کردی، حال کردی اصلا باهاش، که این داستانو ما حتما ادامه بدیم با هم دیگه. که این ترک 3 خرداد 1400 اومد بیرون. از اون به بعد دیگه ربطی یا بیف هیچکس و حسین نداره، چون هیچکس اون بیف رو یه جورایی ول کرد و هیچ جوابی تا همین امروز به اون بیف نداده. ولی فدایی جواب موسری تو ترک بعدیش داد، یعنی از این به بعد میشه بیف فدایی و حسین. کنم یه ویدیوی دیگه میتونه باشه کاملا که اگه دلتون بخواد میتونیم راجع به اونم حرف بزنیم در آینده. و مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید بچه‌ها. حتما نظرتون راجع به این دسته ویدیوها به من بگید. خواستم یه کوچولو آروم‌تر و یه کوچولو بدون فحش‌تر این ویدیو رو بگیرم که اگه خواستید با خانواده ببینید هم بتونید ببینید و موردی نباشه از این نظر. و همین دیگه، دوستاتون دارم خیلی زیاد. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما کامنت بذارید، به دوستاتون هم معرفی بکنید، کافارتو قلبایی بذارید. جمع‌آوری اطلاعات زیاد بود و یه چیزام بدم، یه چی میگن سیاری هم بدیم به چنل هیپ ایکس هاپی که یه سری از این چیزا رو من اونجا برداشتم، واقعا خیلی کامله و یه سری چیزا اینجوری میذاره خیلی کامل. اگه دوست داشتید برید بخونید اونجا. و همین دیگه، عشق من این. مراقب خودتون باشید. بنده یکو فراموش.